سلام بچه ها، آمدم با ویدیوی جدید از باسی به سوی مردگان، یا همون گیم پلی ترسناک به سوی مردگان. اومدیم کارت دوم باز کنیم، یعنی دومی رو. اسم چیه؟ ماساکر نمیده هیچ تو همه مایه. خب بچه ها، این یعنی غارت، یا مثلا همون قتل غارت. اسم مثلا انتقام، مثلا چی بگم، زامبی ها رو بیشتر بکشی. هر چی زامبی رو بیشتر بکشی توی بازی مثلا بهتری. من یکم تمرین کردم تا مثلا لیول 10 رفتم، بعد 2 تا کشتم. آخرین چیم بود. نمیدونم بتونم امروزم باز همونجور برم. خب بازی شروع شد و بریم. بازم همون جای ترسناک هلیکوپتر کرد و شروع. بله، یک کلاشینکوف رو میده. اینم عالی. سگ رو بگیرم کنم بهتر. سگ تا دقیقه تا یه جای همه بگیرم. بچه ها اینجا اگه اینو باز کنی میتونی بیشتر بکشی این سطح چی رو. تو من خوب باز کنی. بریم اونم بگیریم. بازم کلاس. بیرم دیگه کجا؟ توی هم تموم شد. بالاخره گرفتم. 146 تا زدیم. یه 2 تا دیگه میریم. این بار دست سنگ میده. لیتری بنزینش خوب نیست بچه ها، اینو بگم. اینجا آدم این سگ هم میدونه بگیریم. بگم نگیرشی شده. حالا اینا بگیم. خب بریم برخوا. این تو بگم خوبه، مثل دران ارتشیه. مینیگان هنگ عالی هستش. یکم باید غنیمت کنیم. بازم کلاشینکوف داریم رکورد آقا میشونیم ها. چی هم داریم فرش هم میشه. چیکار کنم؟ 6 تا بیشتر ندارم. خواهد این چی این چی سلاحیه. برو اونجا یه دقیقه بسی. دیگه تموم شد. چیکار کنم؟ تونست آقا رکورد بشکنیم. بالاخره با 314 تا رکورد رو تونست بشکنیم. 302 تا بود، این بار رکورد شکون بود. بریم برای آخرین بازی، یا همون آخرین گیم پلی، تا این ویدیو رو تموم کنیم. خب
بازم کلاشینکوف اینجا کلاشینکوف می‌بینی که حالا که تیر هنوز نکنه شما نخون بیرون نگیر خب بچه این بار تونستم 60 بار بکشم خب رکورد رو شکوندیم تونستیم موفق بشیم 314 تا بچه ها امیدوارم از این گیم پلی یا از این بازی لذت برده باشید لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدار